رسیدیم به همون موضعی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شد و گفتیم که این خوشخبر خداوند به تمام جهانیان اعلام کرد. با چند نمود و با چند طریق تمام جهان، تمام شخصایی که علم داشتند، دانش داشتند، خواه اهل کتاب بدند، خواه مشرکای بدند که از نجوم و از ستاره ها با خبر بدند، همه فهمیدند که یک تغییرات شده است، یک تغییرات کلیه در دنیا شده است. شاید بعضی ها نمیدونستند که این تغییرات عبارت از چی است، اما همه با یقین میدونستند که چرخی تاریخ دیگر شد. انسانیت به مرحله دیگر قدم گذاشت و این مولودی با سعادت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر چنده که در کتاب های تاریخ، در اکثری کتب، در اکثری آثار علما میبینیم 12 ربیع الاول سال 570 میلادی است، یعنی که سال عام الفیل. اما همچنانه که فلک شناسی بسیار معروف و مشهور اسلامی محمود پاشای مصری تأکید میکند و بسیار قیدهای نازک دیگر هم آورده است، انیقترش 9 ربیع الاول سال 571 میلادی است، یعنی 22 اپریل سال 571 میلادی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پا به عرصه هستی گذاشت. بعد از مادر دوم شخصی که حضرت را سینه داد سویبه بود، کنیز ابولهب. ببینه خداوند اگر کسی را بخواهد که نامش در تاریخ ثبت شود، یک کاری را یا یک چیزی را سببش میکند، نام او دیگه ابدی میماند. سویبه ها میلیون نفر بدن، یک کنیزک ببینه به شرافت تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزادی یافت و نامش در صفحه تاریخ ثبت گشت، سویبه. امروز دیگه خورد و بزرگ میدونن، اگر سوال کنن که سویبه کیست، همه میگوین که سویبه کنیز ابولهب بود که به شرافت تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم آزاد گشت و بعد مادر اولین زنی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر داد، سینه داد. عادت قریش این بود که در نظر دارم اشراف قریش، نه همه قدرت داشتن، اما اشراف قریش عادتشون این بود که طفلکای خردساله از برای تربیه و پرورش به دایه ها میدادن. عادتا دایه هایی که فرزندای قریش هم میگرفتند از قبیله بنی سعد بودند، این یک شاخه حوازین است و این مردم بنی سعد زنها می اومدن به خاطر یک معیشت حاصل کردن، پول یافتن، فرزندان قریشی ها را می بردن، مدتی 2 سال تربیه می کردن، بعدا بازگردانده به پدر و مادرشان می رساندن و در بدل یک مبلغ کلانی را صاحب می شدن. بار یک عیده از زنان بنی سعد به خاطر همون مولود قبول کردن، طفلکا را قبول کردن برای شیردهی به مکه مکرمه آمدن. ابن اسحاق روایت میکند از زبان حلیمه بنت ابی زعیب، یکی از همین زنای سعدیه، میگوید که همراه شوهرم، همراه حارث ابن عبدالعزا عازم مکه شدیم که یگان طفلک دسترس کنیم و به شرافت بزرگ کردن همون طفلک صاحب پول شویم، مال شویم. از بس که میگه سال قحطی بود، بسیار سال مشکل بود، بالا یک خر سوار بدم، خری سفیدی لاغر، قوت توانایی خچه کشیدن نداشت، با من در بالا کاری در بالاش سوار، بیچاره خر قفا میماند. همراه ما صدا میکنم که یک لحظه صبر کنی من شما را دیرو کنم. یک بار 2 بار صبر کردن، اما دیدن که این خرک لنگی ما همیشه قفا میماند، دیگر اعتنایی نکردند، رفتن. همراه شوهر میگه، شوهرم یک شتری سفیدی خراب دیگر داره، میگه همون شتر از مهارش گرفته از یک ماده اشتر، او پای پیاده میرود، من در بالای خر سوار میگه که در معنی هر دومان گویا پیاده ایم. اومدیم به مکه، وقتی رسیدیم
فرزندای پدردار و فرزندای ثروتمند همه را زنها علاقه انتخاب کرده گرفتیان. اومدیم که یک طفلک مانده است با نام محمد صلی الله علیه و سلم. در ابتدا میگه قبولش نکردم، وقتی شنیدم که پدر ندارد، یتیم است. واقعا بیچاره یتیما در دنیا بسیار عذاب میکشند، مشقت دارند. کودک که به خاطر پدر مهربانی میکنند. اگر پدر نباشد چی بسا کسای سنگدل هستند که اعتنا نمیکنند. شما ببینید که حتی به حد ظالم شده بودیم که در میان مردم یک عرف است که به همه یتیما بازی نکنه که شما هم یتیم میشه، یا یتیم بیچاره را سرخر میگن. تا به حال قول این سخنها مروج است. اگر چنده که ما زیاده از 1000 سال شد که الحمدلله مسلمان هستیم، اهل دین و دیانت هستیم، خداشناس هستیم. شیخ سعدی از زبان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سروده است: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خوردی از سر برفتم پدر. من آنگه سری تاجور داشتم، که سر در کناری پدر داشتم. حلیمه میگوید از بس که دیگر یگان کودک دیگر باقی نمانده بود، هر قدر جستجو کردیم نیافتیم. در ابتدا میگه نیت کردم که همون طفلک نگیرم، زیرا پدر ندارد، باباش پیر است، شاید تا 2 ساله باباش هم دیگه در قید حیات نماند، ما از مبلغ محروم میشویم. اما نزد شوهرم اومده، وقتی همراهش مصلحت کردم میگه شوهرم نصیحت کرد که بگی همون طفلک، شاید که خدای تعالی به خاطر آنکه ما یک طفلک یتیم تربیت میکنیم یک برکات در زندگیمون عطا کند. اگه خداوند میخواست که این حلیمه معروف و مشهور دنیا گردد همراه شوهرش. ببینه آمده میگن از عبدالمطلب، گفتم قبولش دارم. عبدالمطلب هم خوشنودی خوش اظهار کرد، فرزند داد در دستم. وقتی میگه طفلک خورده در آغوش گرفتم، قدرت خدای تعالی هر دو پیستانم پر از شیر شد. یک روز چیزی نخورده بودم، میگه هیچی نداشتیم. طعام ما همون شیری شتر بود، بیچاره شتر دیگر از خرابی و از مداری به حال شده بود که دیگر یک قطره شیر از او جوشیده نمیشه. کودک طفلک شیر زد، مست خوابش برد. پسرک خدمت میگه گرفتم، یک پسرک دارد با نام عبدالله ابن حارث. پسر من میگه خورد سیر کرد. نشسته بوده، میگه که نخست شوهرم با یک تبسم فراخ داخل شد، گفت زنک جان گمان میکنم که همین طفل بسیار طفلی به پای قدم ای، شاید به خاطر یتیمیش باشه، خداوند برکت داده است. از شتر یک ستیل شیر جوشیدم. گفت سبحان الله، شتره که نو فرزند زایده است یک ستیل شیر نداره، یک ستیل شیر جوشیدم. همراه شوهر بگه شکمسیری شیر زدیم و به بعض دیگر از دوغانه هم تقسیم کردم. میگه حلیمه بعدا روزی دیگر که عازم وطن خود شدیم، باید به قبیله خود بر میگشتیم. خری سفید لاغر من قدرت خدای تعالی میگه پیش اسبا میتازه، همه قدر تیز میتازه. این زنان میگه در تعجب ماندیان که یا حلیمه ای دختری ابو زعید، این مگر همون خری نیست که پریرش در بالاش با مکه اومده بودی؟ میگه گفتم بله. گفتم چی دردش رسیده است؟ سبحان الله، اسبی تازی گشت است. بیچاره این زنای ساده از کجا میدونن که در بالای او خر طفلک سوار است که رحمت عالمیان است. خر میفهمد، اما متاسفانه بعض شخصایی هستند که دعوای انسانیت میکنن، اما والله عقل فراستشو از خر پستر است. سبحان الله، خر میدونه که در بالا کی سواره، مثل یک اسب تازی مست تازان میروه. اما چی بسا مردم احمق به فراستی هستند که بعد گذشتن هزارها سال حالی هم به پیغمبری ما اراد میگیرن، حالی هم کوشش میکنن که به این دلی مبین زیان و ضرر برسانند. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد.
مرده 100 ساله بیرون شد زگور، دیوی ملعون شد به خوبی رشک حور. این همه روی زمین سرسبز شد، چوبی خشک اشکوفه کردن نقص شد. ببینه بهار شده است، هفته دیگه میایم که همه درختها گل کردیان الکی، بلبلا در چه چه میزنند، زیرا خداوند طبیعت زنده کرد. همچنین به تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند بنی بشر زنده کرد، تاریخ بشریت زنده کرد. قصه کوتاه در مال حال نه فقط حلیمه بلکه تمام مردم بنی سعد، همو اهل محله و اهل دیار خداوند چنان برکت عطا کرد. همه دیگر میگفتن قسم به خدا یا حلیمه یک فرزندی نیک پیرت انتخاب کردی. خشم حالت زنهای دیگر به حلیمه غیبته میخوردن، حسد میبردن که ای کاش که ما ایره قبول میکردیم. از بین 2 سال گذشت، حضرت صلی الله علیه و سلم از تمام کودکای دیگر نیرومندتر قویتر کلان شده بود. پسرک 2 ساله علاقه تخته در کوچه ها میگشت و حلیمه هم قدر محبت بسته بود. اوی شخصی هست که با او محبت نکنی، دیده که به آلایش باشد، شخصی که مکار نباشد، حیله‌گر نباشد، مگر میتواند چنین یک طفلکی را دوست دارد. بعد 2 سال نزد مادرش آورد، مادرش التماس کرد، گفت من از باد هوای مکه به همین طفلک به همین فرزندم خوف دارم. در مکه کسل ها می آید، بیماری های وبا و دیگر بیماری های سرایت کننده. بگذار التماس گفت بگذار من امیره کلان کردم بگیرم. عبدالمطلب یک مبلغ بسیار کلان ایران براش داد، زیرا عبدالمطلب عبدالله را دوست می داشت و وقتی عبدالله در قید حیات نبوده این کودکک تولد شد، برای عبدالمطلب از جانش عزیزتر بود. حلیمه گفت برای تربیه باقی مانده پول نمیگیرم، فقط اجازت من فرزندم در نزد خودم بگذارم و کلام کنم. مادرش هم از بس که یک بیماری سخت در مکه حکم فرما بود و وبای بود، فرزند داد در دست حلیمه برای من بعد کلام کردن. حلیمه آورد فرزنده، تا 4 سالگی در نزدش بود. بار همراه کودکا، همراه برادران رضاعیش بازی میکرد، ناخواست 2 نفر شخص پیدا شدن، به پشت خواباندندش، سینه مبارک چاک کردن. برادرش عبدالله ابن حارث وقت دید تلخش گفید، تازان بیچاره به خونه شون اومد نزد مادرش که مادر جان برادر قریشی ما 2 مرد اومدن کشتن، حقیقتا سینه‌اش چاک کرده بودن و از قفس سینه قلبش خارج کردن. حضرت جبرئیل یک خونی لربسته بود علقه از داخل قلبش خارج کرد، گفت این نصیبه شیطان بود که در قلب تو بود، گرفت دور انداختش. بعدا قلبش شستن و در موضع خودش باز از نو وصل کردند و گذاشتن. این همون انشراح قلب است که در سوره الم نشرح خداوند به پیغمبر خودش منت میگذارد، الم نشرح لک صدرک، ای حبیبی من، آیا من سینه ای تر باز نکردم، قلب ای تر پاکیزه و تازه نکردم؟ تو پس چرا غمگین میشوی؟ تو چرا مایوس میشوی؟ فإن مع العسر یسرا، پس بدرسته که همراه هر یک مشکلی آسانی است. هر مشکلی که به سرت آمد غمگین مشو، زیرا بعد اون مشکلی آسانی است. این مع العسر یسرا، بدرسته که همراه همون مشکلی باز یک آسانی دیگر است. در مقابل یک مشکلی خداوند 2 آسانی را ذکر کرد. وقتی که حلیمه ای کار دید آمد که فرزند رنگ روش کندگی، واقعا در نزد سینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک ایزی جراحی نمودار بود. حضرت انس ابن مالک میگوید که ما همون را در بدن حضرت میدیدیم، مشاهده میکردیم. آوردندش نزد مادرش حلیمه که راستی من گفت ترسیدم خدای نکرده در دستی من یگان کار شود، من تا قیامت دیگه خدمت نمیبخشم، ترسیدم. گفت آمد به آغوش مادر مهربان. خداوند خواسته بود که این فرزند چند مدت همراه مادرش باشد، زیرا مادرش هم اونقدر عمری طولانی نداشت. در این زمین باید که مادرم از بین میرفت.
باره در سین 6 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت به مادرش مراجعت کرد که مادر جان پدری من کجاست؟ من میگم که محمد ابن عبدالله هستم. من عبدالله در کجا است؟ مادرش گفت فرزند عزیز پدرت از دنیا گذشت است، در خاک مدینه منوره گور شده است. اگر خواهی گفت میریم قبر پدرت هم بینیم. گفت بسیار میخواهم. ببینه این طفل به حد عزیز بود که عبدالمطلب با وجود همون 30 سال کلانش همه کارش ترک کرد، رختی سفر بست و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو همراه مادرش و یک کنیزی که از پدر برای او مانده بود ام ایمن برکه سوار شتر کرده عازم مدینه منوره شدند. 500 کیلومتر راه طی کرده و به مدینه آمدند. آمد مادری مشفق شد قبر شوهری را که هنوز از بوش سیر نشده بود، از دیدارش سیر نشده بود، همگی 1 ماه زندگی کرده بودند. زیارت کرد و فرزندش نشان داد و هنگامی که باز میگشتند قفا می آمدند در منطقه ابوا که بین مکه و مدینه است مادرش هم از دنیا گذشت. طفل 6 ساله یتیم ماند، از پدر و مادر جدا شد. عبدالمطلب طفل در آغوش خود کشید، آوردش، از فرزندای خود بالاش میگذاشت. از این خاطر بود که خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم تاکید کرد الم یجد که یتیما فآوا. ای حبیبی من مگر ترا الله بزرگ یتیم نیافت، از پدر مادر محروم نیافت؟ من ترا مگر معوض نداد خداوند؟ مگر برای تو سرپرست صاحب درکی از پدر و مادرت کمی نداشتن وضع نکرد؟ حتی در کتب تاریخ آمده است عبدالمطلب سرور قریش بود. برای او در نزدیکی خانه مکه، خانه کعبه، یک گله می پرتفتن، یک فرش بالاش تنها می نشست، در اطرافش پسرای برومندش حلقه زده می ایستادند. کسی اجازت نداشت که در وقت نشستن عبدالمطلب در پهلوش نشیند. اما حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومد عبدالمطلب صداش میکرد در پهلوش میشیناندش. بار امکاش یک کمی سیاستش کردن که این کارا نکن، اگر بابات دعوت هم که کرد نیا ای بس تو نبیرش میشوی و وقتی او بابات میشینه ببین که ما مردکای کلان زن فرزندار در حضور پدر ما نمیشینیم، تو چرا در پهلوش میشینی؟ حضرت یک دو بار از خجالت نزدیک نشد، اما عبدالمطلب صدا میکرد که کو پسری مرا بیاره، پسر ما پیدا کنی. تا پیداش نمیکردند در پهلوش نمیشیش، آرام نمیگرفت و فرزنداش میگفت که این فرزند این در وجاهتش دیده میشود که این از شما فرق میکند، این دیگر کس است، این از تمام قریش فرق میکنه. انشالله من از الله بزرگ امید دارم که این فرزند ما را یک شخصی برومند بزرگ میکنه. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم 8 ساله و 2 ماهه و 10 روزه بود، عبدالمطلب هم در سکرات مرگ افتید. قبل از وفات پسرش ابو طالب که با پدر محمد صلی الله علیه و سلم برادر شقیقه هستند، از یک پدر یک مادر هستند، صدا کرد و گفت همین فرزند من به تو وصیت کردم یا ابو طالب، اگر خدای نکرده یگون واقعه شود من از تو دامنگیر میشم. به ابو طالب توصیه کرد حضرت او، خودش جان با جان آفرین تسلیم کرد رفت. عبدالمطلب از دنیا گذشت. ابو طالب از پدرش دیده محمد خردسال خوبتر نگهبین میکرد. ببینه عادتا همین ینگه ها کم کم بخیلی میکنن، سختشون میرسه، مخصوصا کودک یتیم باشه در خلوت میپوچنش، گوش تا میتن. اما خداوند که حبیبش دوست میداشت و معواش داده بود، زن ابو طالب فاطمه بنت اسد که خودی این زن اصلا هاشمی است، از زنای هاشمی است، مادر علی. محمد خردسال از علی و عقیل و جعفر بالا میدونست و حد دوستش میداشت. خداوند فاطمه را به اسلام مشرف گرداند و این فاطمه مادر علی به مدینه منوره هجرت کرده است، در مدینه گذشت، در قبرستان بقیع به خاک سپاریده شده است. وقتی
فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، حضرت صلی الله علیه و سلم گریست در بالای تابوتش، گفت خدا رحمتت کنه که تو قسم به خدا جای مادر ما پر کردی. وقتی که تو مرا تربیه کردی من همین بی مادری را احساس نکردم، تو واقعا برای من یک مادری خیرخواهی هستی. بعد دعا کرد که پروردگار رو رحمت مغفرتش کن، همچنانه که این مادر ما را تربیه کرده است. ابو طالب گفتیم که حضرت بسیار دوست می داشت. حتی در تاریخ آمده است که بار میخواست به سفر برایت به جانب شام. ما برای شما چندین مراتبه گفتیم که زندگی مردم قریش، زندگی مردم مکه از حساب همون سفرها بود، سفرهای تجاری میکردن، به قول امروزه برده میرفتن. ابو طالب بار عزم سفر شام کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم 12 ساله بود، خرد بود. وقتی ابو طالب میخواست از مکه خارج شود، حضرت نزدش آمد، گفت عمک جان مرا به کی پرتافتم میرای؟ دیگر دل ابو طالب دب کفانش دب پاره شد، فرزند گرفت در شتر در پهلو شنون، قسم به خدا گفت تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، نمیگذارم یک خاری در پود بخوره. و همراهش گرفته و به شام رفتن. در نزدیکی شهر بصره هنگام ورود به شام یک شهری بود است با نام حیوران. حیوران امروز هم خیوران میگن اگر گوش کنه. و یهودی ها این شهر را ضبط کرده و از مسلمان ها گرفتیم بدبخت ها. منطقه خیوران میگن در تلویزیون. یک راهب زندگی میکرد با نام بحیرا، اصلا نامش جرجس بود است اما تخلصی بحیرا داشته است، به همین بحیرا معروف بود. وقتی که خریستیان ها پاپ شدن، کاردینال شدن، از او بالاتر پاپ شدن، به غیر نامشو باید تخلصی دیگر هم میگیرن. این شخص بسیار آدم معروف و مشهور بود و مردم عرب هیچ حساب نمیکرد، زیرا مشرک بودن، اهل کتاب نبودن. این بار از بالای همون صومعش پایین فرومد، از همون منستیرش پایین فرومد، آمد در میان مردم عرب، همون قریشی ها کاروان که نو فرومده بود، جستجو کرد، حضرت پیدا کرد، دستش گرفت، دستش بوسید، پسر 12 ساله را، گفت هذا سید العالمین و هذا رسول الله رب العالمین یبعثه الله رحمتا للعالمین. به مردم جاهل گفت این سید عالمیان است، این را خداوند پیغمبر عالمیان و پیغمبری مبعوث میکنه و رحمت میشود برای تمام عالم، تمام بنی بشر را نجات میده. ابو طالب همراه شیخای قریش تعجب کردن، گفتن ما علمک بما علمت، تو از کجا میدانی؟ گفتن گفت وقتی که از عقبه میفرمده، از عقبه وقتی پایین میشده، تمام سنگ ها و درختان به این سجده میکردند و صلوات میفرستادند. با کار خداوند گوشای شما را کر کرده است، مشرکا نمیفهمی. درخت و سنگ فقط به پیغمبر صلوات میفرستند، فقط در پیش پیغمبر تعظیم میکنند. و این را گفت به همون نشانه مهر نبوت که در پشتش است میشناسم، و دست کرده پشت حضرت نشان داد، یک به مقدار یک سیبکی خورد در زیر شانه راستش مهر نبوت بود، نشان شد که این مهر نبوت است. این را نه فقط من، این را تمام اهل کتاب میشناسد. و من گفت به جان این طفلک خوف دارم از یهودی های شام. کی از گفت سرداری ای؟ ابو طالب گفت ولی من هستم، عمکش هستم. گفت ترا به خدا قسم این کودک بصره ندارو، خوف دارم که به جانش یگان آسیب میرسونن، با در خجالت میمونه. و این عمک بزرگو را ببینه که همه کار را ترک کرده، حضرت صلی الله علیه و سلم از نو به مکه مکرمه ارسال کرد، نگذاشتش که داخل بصره شود. قصه کوتاه، محمد خردسال یک جوان صالح با ادب، با غیرت، با محبت بزرگ شد. تمام قریشی ها دوستش می داشتن، از بس که خدای تعالی از خردی
قلبش پاک و به آلایش کرده بود. ولی همین حسده که در دلهای ما هست، کینه که داریم، عداوت داریم، بغض داریم، همش از حساب اون است که در قلب ما حصه شیطان وجود دارد. اما خداوند متعال قلب حبیبش از همون خردسالیش، از 4 سالگیش را که پاکیزه کرده بود. نه کسی را دشنام حقارت کرده است، نه کسی را سخن تند گفته است، نه با کسی منازعه و جنجال کرده است. این خیلی کودک کی دوست نمی‌داره، برای همه محیب بود. از خوردیش امینش میگفتن محمد الامین. امین کسی را میگن که خیانت نکند، امین کسی را میگوین که امانت پاس دارد، امین کسی را میگوین که راست قول باشد، راستگو باشد، راست گفتار و راست رفتار باشد. و این تخلص از خوردیش به محمد امین الکی از جانب مردم قریش داده شده بود. دو سخن در موضوع نامش، نام محمد صلی الله علیه و سلم. بسیاری محققان میگن که نام محمد در میان عرب نبود، اصلا نبود. و وقتی که باباش عبدالمطلب حضرت داخل کعبه کرده، در کعبه نام او را محمد گذاشت، همه میگه در تعجب ماندن. اما درستش این است که نام نادر بود، اما بود. در کتب تاریخی آمده است، مثلا ابن فورق روایت میکند 3 نفر میگه شخصا بودن که با نام محمد ذکر میشوند. بعضی ها همین عدد تا 16 نفر رساندگیان، یعنی از 3 تا 16 نفر شخص در نیم جزیره عربستان با نام محمد زندگی کردند. سبب محمد نام گرفتن شد چی است؟ عادتا این نام شخصای میگذاشتن که با نصرانی ها نزدیک بودن، یعنی در شفت نصرانی ها میزیستن، مردم یمن یا مردم مثلا شام. چرا این نام میگذاشتن؟ زیرا از نصرانی ها شنیده بودن که پیغمبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم عنقریب باید تولد شود در همین سرزمین، در این مرز، با آرزوی آن که یکی همین فرزند ما همون محمد موعوده نباشد، نامای فرزنداشون محمد گذاشتن. و این عبدالمطلبی که از نصرانی ها و از اهل کتاب فرسخ ها دور بود، خداوند الهامش داد و فرزند نامش گذاشت محمد صلی الله علیه و سلم. مادرش نامش احمد گذاشته است. در قرآن عظیم شان در 4 موضع نام محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. در یک موضع در سوره صف نام احمد صلی الله علیه و سلم. هر دو نام حضرت هستند. قصه کوتاه، پسر برنادیل کلان شد، اگر چنده که ابو طالب دوستش می داشت، نگهبینش میکرد، اما از بس که میدید که ابو طالب عیالمند است، از ابو خوردیش گوسفندای مردم قریش می چرانی، در بدل چند قیرات مزدی که براش میدادن گوسفندبانی میکرد. بعدا وقتی که اندک بزرگتر شد، همراه یکی از تاجر بچه ها با نام صایب ابن ابی صایب به تجارت مشغول شد. در تاریخ آمده است که وقت صایب ابن ابی صایب به نزدش آمد در روز فتح مکه و با او سلام عرض کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت خوش آمدی، رفیق بسیار خوبه بدی در تجارت همراهی من. و وقتی که سین مبارک به 25 رسید، خدیجه بنت خویلد، زیباترین زن قریش، ثروتمندترین زن قریش، زنی که به حد آبرو و عزت داشت که در دار و ندوه، در دار ندوه هم حتی میرفت مصلحت مشورت میداد و هر سال برای تجارت کاروان میفرستاد. این بار وقتی که به طلب یک نفر شخصی که امین باشد کاروان را برده به منزل مراد رساند و بعد بازگشت کند، در مال خیانت نکند افتاد، با او توصیه کردن که همین محمد جیان ابو طالب به کار گیر، بسیار شخصی امین است، با صلاحیت است، از تجارت هم با خبر است، جوانی با ادب است. از بس که خدیجه نمیشناخت محمد صلی الله علیه و سلم را، از این خاطر غلام خود میسره را همراهش کرد، گفت مواظب باش، ببین که من آدم نمیشناسم، مبادا خیانت نکند. میسره
در مدت سفر تا به شام خود عاشق شیفته محمد صلی الله علیه و سلم شد. رفتار و کردار او را دید، سخنهای شیرین او را دید، معامله و مناسبت او را دید. وقتی دید که برای مال خدیجه که موکل است، این را وکیل انتخاب کرده است، چقدر سعی تلاش میکند و بعضی چیزهای دیگر هم پیخست کرد. آدمی به عقل و به فراست زود همین چیزها را درک میکند، اما آدمی به عقل و به فراست مثل خر زعم کرده و به میشینه. میسره هنگام سفر دید که بعضا وقتی که آب شد تمام میشود، قدرت خدای تعالی در صحرای بی آب و در گرمی تابستان ابر پیدا میشود و میبارونه. پیخست کرد که بعضا در جاهایی که یگان سویگی نیست برای استراحت فرود میآیند، ابر میآید بالای سر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرد. همین چیزا را احساس کرد. وقتی بازگشت کردن نزد مادر ما اومد، به حد توصیف کرد محمد صلی الله علیه و سلم که خدیجه مادر ما عاشق زار شد، زنی که تمام قریشی ها خواستگارش بودن، همه صدها آدم به خواستگاری آمده بود، اما گفته بود من دیگه شوهر نمیکنم. عاشق شد به حدی که ببینید زن اصلا یک عفت دارد، شرم و حیا دارد. یک دوگانه داشت با نام نفیسه بنت منیه. دعوتش کرد، گفت من چیکار کنم که دیگه دلم آرام ندارد، بی صبر و بیقرار شدم. نفیسه در خلوت حضرت صدا کرد، گفت که زن نمیگیری یا محمد؟ او سین سالت به جای رسید است، 25 ساله شدی تعالی که. گفت زن میگیرم، نه که مشکل تر است مهر زن مهیا کردن و یک زن صالحه پیدا کردن. گفت خدیجه را دیدی؟ گفت دیدمش. گفت چه خیلی است؟ گفت بسیار زنی صاحب جمال، با کرامت، با شرافت. گفت میل نداری خدیجه را بگیری؟ گفت مگر خدیجه مرا میگیره؟ تا گفت خواستگار بفرست، خدیجه راضی میشه بگیرد. آمد نزد عمکش ابو طالب. ببینه یک هفته پیش در حصار بودیم، یک برادر حاجی سوال کرد که آخه حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر خوشرو بود است، حسن جمالش از حسن جمال یوسف زیباتر بود، پس چرا از خودش کلان زن گرفت؟ من در جواب گفتم که دادر جان، اگر تو خدیجه مادر منو دیدی هرگز این کلمه را به زبانت تلفظ نمیکردی. چی بسا زنایی هستند که از 100 دختری باکیره زیباتر هستند، مگر همین را ندیده؟ تصور کنه که بعضی زنایی هستند خاصتا همین برای زن زیبا را ایام تراوت و شکوفاییش از همین 30 تا 40 سالگی است تا رای خشنون میشود. عادتا دخترها خرابتر میشوند، قاقی قاقله. لیکن وقتی که زن اگر زیبا و صاحب جمال باشد، تا چند وقت خچ پر کرد به نهایت صاحب جمال میشود. به حد مادر و خوشرو بود که در قریش زن به زیبایی او نبود است. همه مردها شیفتش بودند. با نزد ابو طالب عمکش وقت این سخن گفت، ابو طالب گفت بچم خدا دادت، خشا به حاله. آمد خواستگاری کرد و مادر و خدیجه به نکاح حضرت صلی الله علیه و سلم در آمد و جان و مال خودش فدای حضرت کرد. جان و مالش در خدمتش قایم بود. به حد حضرت دوستش می داشت، به حد دوستش می داشت. بعد وفات بیبی خدیجه تصور کنه که تا زمان بیبی خدیجه مادر و زنده بود، حضرت آرزوی زن نکرده است. در قریش که در اونجا زن گرفتن و زن طلاق کردن بازیشه بود، کرده بود، آرزوی زن نکرد. بعد وفات مادر مو در نزد زنهاش بعضا وقت سخن از بیبی خدیجه مادر مو می افتید، به حد تعریف توصیفش میکرد، حضرت بعضا از چشماش اشک جاری میشد است. بیبی عایشه مادرمان میگه که ما غیرت الان احد من نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم ما غیرت علی خدیجه. به هیچ زنی حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر رشکی که به بیبی خدیجه داشتم نداشتم. میگه رشک می اومد. بیبی خدیجه که پیش بیبی عایشه مادر ما از دنیا رفته است، بیبی خدیجه که بیبی عایشه ندیده است را، اما میگه به حد تعریف توصیفش میکرد حضرت که رشکی من می اومد. خشو به حال کسی که خدای تعالی تزنی صالحش بوده.
واقعا همین شیر مردار زنها شیر مرد میکنن، شیر زنها شیر مرد چون میکنن. پس هر کدومت که باشه دائم دعا کنه که خداوند صاحب زنی صالحه کن. یک برادر این سحر در تلفن ما پول گذرونده است، التماس کرده است که یک دعا کنه دست جمعانه در روز جمعه که یک زن صالحه خداوند نصیبم بگردونه. پروردگار به این برادر، به تمام برادرایی که در آرزوی زن صالحه هستند، خواه جوان باشند خواه پیر، خداوند جفتای صالح سالم نصیب روزی گردان. آمین یا رب العالمین. به همین طریق حضرت صلی الله علیه و سلم تا سن 37 سالگی به زندگی مشغول بود، به تجارت ها مشغول بود، تا اینکه باری اول در سن 37 سالگی رؤیای صالحه دید. رؤیای صالحه یعنی خوابی که مثل روشنایی صبح روشن است، در ذهن در یاد آدم میماند. حضرت عادتا خواب نمیدید است، اما وقتی باری اول رؤیای صالحه را دید دیگه خودش در شگفت افتاد. کار و باری دنیا دیگه در دلش سرد شد، دیگه تمام محبت از دنیا قطع کرد، دیگه دستش در یگان کار پیش نمی رفت. و من بعد حضرت خلوت اختیار کرد. خلوت در ماه شریف رمضان می رفت، مدت 1 ماه در غار حرا. حاجیان میدونن این غار حرا در کجا است. بسیاری حاجیامون بیچاره را زورشون نمیرسه که به غار حرا را نرسن. حضرت 1 ماه به تنهایی در غار حرا میرفت و عبادت مشغول میشد. اگر چند طریقه عبادت نمیدونست، اما خداوند پیغمبرای خجه است عبادت بد نعوذ بالله و از شرک همیشه نگه میدارد. یک طرفت العین حضرت یک بتی را قبول نداشت. وقتی در نزدش قسم به لات و عزا میخوردن چنان غضبناک میشد که حضرت هیچ وقت قدر غضبناک نمیدیدن. میگفتن چرا تو اینقدر غضبناک میشوی؟ دشنامت میتنی که غضب نمیگیری؟ آقا میگفت همین لات و عزا دو سنگ بدخاصیت یا چی هستن که شما به همیا قسم میخوری؟ آقا قسم میخوری قسم به الله بخوری، شرم نمیداری؟ مدت 3 سال حضرت رؤیای صالحه میدید، تا اینکه عاقبت الامر سال 40 عام الفیل 40 از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل امین در غار حرا در نزدش پیدا شد. واقعا روزی دوشنبه بود، شبانه روزی دوشنبه را شبش میگیم 21 رمضان به قول اصح حساب کتاب کردن، از همه درسترش همین 21 رمضان است. و همچه فلق صبح حضرت جبرئیل امین در نزدش حاضر شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اقرا، بخوان. گفت ما انا بقاری، من گفت خطخوان نیستم، هیچی را نمیدونم. حضرت میگه جبرئیل آغوشم کرد، چنان زیر کرد که گمان کردم که از تمام وجودم قوت دیگه همه از بدنم ترک شده رفت. باز میگه در زمین گذاشتم، گفت اقرا، بخون. با میگه در جواب گفت من قاری نیستم، چرا بخونم؟ باز بار دیگه آغوش کرد، میگه به همون شکل چنان فشار امداد که گمان کردم آسمان و زمین به هم دیگر سایش یافتن. بار سوم وقتی گفتم ما انا بقاری، من قاری نیستم، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اول چیزی که از قرآن عظیم شان بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گشته است همین 5 آیه اولی سوره اقرا است. از بس که